سلام به همه شنوندگان عزیز. من حمیدرضا تاجیک از مجموعه دایریلند هستم و شما به پادکست کامنت مارکتینگ گوش میدید. امروز قراره در مورد یکی از جذابترین و موثرترین روش‌های بازاریابی آنلاین صحبت کنیم. با دایریلند همراه باشین تا رازهای افزایش تعامل و اعتماد از طریق کامنت ها رو با هم بررسی کنیم. بیایم با هم یه تعریفی از کامنت مارکتینگ داشته باشیم. کامنت مارکتینگ چیه؟ اساساً به استفاده استراتژیک از نظرات کاربران برای افزایش تعامل، اعتماد و حتی فروش گفته میشه که این روش به شما کمک میکنه تا با مخاطبان خودتون به صورت مستقیم و دوستانه در ارتباط باشین. اما اهمیت کامنت مارکتینگ چی هستش؟ در اینجا به 4 مورد مهم میپردازیم. 1. افزایش تعامل با کاربران. 2. تقویت اعتماد کاربران به برند. 3. بهبود سئو و رتبه بندی در نتایج گوگل. 4. دریافت بازخورد مستقیم و بهبود محصولات و خدمات. حالا بریم سراغ چند راهکار مؤثر برای موفقیت در کامنت مارکتینگ. برای موفقیت در کامنت مارکتینگ باید به 4 قدم زیر دقت کنید. پاسخگویی سریع و مناسب به کامنت ها، ایجاد مکالمات معنادار و مشارکت در بحث ها، تشویق کاربران به کامنت گذاشتن از طریق سوال پرسیدن و ایجاد انگیزه، مدیریت و پاسخگویی به کامنت های منفی با حرفه‌ای‌گری و احترام. چه سایت هایی از کامنت مارکتینگ استفاده میکنن؟ اینجا میخوام شما رو با 3 تا از سایت هایی که از کامنت مارکتینگ استفاده میکنن رو به شما معرفی کنیم. دیجیکالا، بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران که نظرات کاربران بخش مهمی از استراتژی بازاریابی اونه، که کاربران میتونن پس از خرید محصولات نظرات و تجربیات خود را به اشتراک بذارن. این نظرات تاثیر زیادی در تصمیم گیری سایر خریداران داره و به بهبود فروش کمک میکنه. اسنپ فود یکی از بزرگترین پلتفرم های سفارش آنلاین غذا در ایرانه که کاربران میتونن پس از سفارش غذا نظرات خود را درباره کیفیت و خدمات رستوران بنویسن. این نظرات برای سایر کاربران بسیار مهمه و به انتخاب رستوران ها کمک میکنه. کافه بازار بزرگترین مارکت اپلیکیشن های اندرویدی در ایرانه. کاربران میتوانند پس از دانلود و استفاده از اپلیکیشن ها نظرات خود را درباره عملکرد و کیفیت آنها بنویسند. این نظرات تأثیر زیادی در دانلود و نصب سایر کاربران داره. در نهایت باید بگم که کامنت مارکتینگ یکی از ابزارهای قدرتمند در بازاریابی دیجیتالی که نباید نادیده گرفته بشه. توصیه میکنم که همیشه به نظرات کاربران پاسخ بدید، از اونا برای بهبود کسب و کار خودتون استفاده کنید و فضای مثبتی رو برای مکالمات ایجاد کنید. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین. امیدوارم مطالب امروز برای شما مفید بوده باشه. اگر سوالی دارین یا میخواین بیشتر در رابطه با کامنت مارکتینگ بدونین، حتما به وبسایت دایریلند مراجعه کنین و از قسمت راه‌های ارتباطی با ما در تماس باشین.